اگه همین اشتباه ساده رو تکرار کنین، بهترین بالم لب دنیا هم بهتون جواب نمیده. امروز میخوام 5 تا از بالم لبایی که توی کل داروخانه ها میتونین به راحتی تهیهش کنین رو میخوام براتون نقدش کنم و با هم مقایسه کنیم که ببینیم کدوم از این بالم لبا برای شما مناسب تره و در انتها بهتون میگم که اون اشتباه چیه که نمیذاره پوست لب شما ترمیم بشه. من مسی، مشاور پوست و موام. امروز میخوام یکی از تجربه هایی که توی داروخانه خودم به دست آوردم در مورد بالم لب ها رو میخوام با شما به اشتراک بذارم. اول از هر چیزی بیایم ببینیم یه بالم لب خوب چه ویژگیهایی میتونه داشته باشه. میتونه آبرسان باشه، ترمیم کننده سطح دفاعی پوست لب شما باشه و بتونه پوست لب شما رو ترمیم کنه. و یه ویژگی دیگه هم که باید داشته باشه حاوی SPF باشه که بتونه پوست لبتون رو در برابر آفتاب محافظت بکنه. ببینید بچه ها، ببینید این 5 تا بالم لبه برند ویتیو، مای فارما، لبلو، دیپ سنس و دکتر ژیلا. ببینید بچه‌ها، من این 5 تا رو خودم استفاده کردم چون با بافتش آشنام. گفتم بیام این 5 مورد رو و خیلی هم پرفروشه توی داروخانه بهتون معرفی کنم. با من همراه باشید. اولین بالم لبی که میخوام براتون نقد کنم این دیپ سنسه. ببینید این دیپ سنس رنگش رفته، اسمش خیلی مشخص نیست. این با اسانس میوه های استواییشه. برند دیپ سنس حاوی ویتامین آ، ای و عصاره میوه های استواییه که سرشار از آنتی اکسیدانه و ویتامین سی هم داره. رو دستم تست میکنم، میزان چربیش خوبه ولی خیلی زیاد نیست. اینم رنگشه. حالا دیپ سنس مدل های مختلفی هم داره که من این مدل میوه‌های استواییش رو تهیه کردم. حالا اسانس های دیگه هم داره. برند بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم برند ویتیو. آمبولانج محصولاتش خیلی خوبه و خیلی کیوته. ببینید من این مدلش رو که من دارم با عصاره آب نارگیله. رنگش رو ببینید، خیلی خوش رنگه و خیلی هم خوشگله. ببینید رنگش حالت نارنجیه و علاوه بر آب نارگیل، شیباتر و ویتامین آ و ای هم همراهش داره. خیلی نرمه بچه ها، میزان چربیش هم خیلی بالاه ولی وقتی که میزنیم روی لب یه حالت ماسیده میشه و این ماسیدگیش منو خیلی اذیت میکرد. ماندگاریش هم خیلی بالا نیست بچه ها، فقط خوشگلی داره و خیلی دوست دارم، خیلی کیوته و مدل های دیگه هم داره که حالا من این مدل رو براتون انتخاب کردم. یه مدل دیگه هم دارم، این روزبریه. رنگش رو ببینید، این هم براتون تست کنم. بچه رنگ این خیلی پررنگه، پررنگتر از دیپ سنس بود. رایحش خیلی خوبه، خیلی دوستش دارم، بوی نارگیل میده. به نظر من اون دخترایی که خیلی دنبال محصولات کیوتن میتونن از این بالم لبا داخل حالا کیف آرایششون داشته باشن. اونایی که خیلی دوست دارن از لوازم آرایشی کیوت استفاده کنن یه دونه از اینا میتونن داشته باشن. خب میریم سراغ برند بعدی، برند مای فارماه. من اینو خیلی وقت بچه‌ها داشتم و خیلی ازش راضی بودم و به نظر من میتونه یه بالم لب خیلی خوب برای کسانی که حالا پوستای خیلی خشک دارن، پوست لبشون خیلی خشکه و همیشه این مشکل رو دارن، حالا توی سرما، توی گرما پوست لبشون خشک میشه، میتونن از این بالم لب استفاده بکنن. حتی میتونین قبل از اینکه رژ لب بزنین بالم لبتون رو استفاده بکنین. حالا میام براتون تست میکنم. ببینید این بافتش حالت
وازلینیه. ببینید بافتش خیلی چربه، میزان چربیش بالاه و حالت وازلینه، یعنی وقتی که میزنی روی لب حس میکنی وازلین زدی روی لبت، اما فوق العاده است. رایحه‌ای نداره، بدون اسانس. و حالا خیلیا دوست ندارن عطری استفاده بکنن، میتونن از این لیپ بالم مای فارما استفاده بکنن. اصلا کلا لاینش برای کسانی که پوستای حساس دارن، محصولات دیگه‌ش هم برای پوستای حساس، اینجا نوشته براتون اگزوفارما، و شامل هیالورونیک اسید هم هست. میزان هیالورونیک اسیدش بالای، شیباتر داره و ویتامین F هم داره که در واقع یک اسید چرب مفید برای پوست لبتون. بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم از بین بالم لب ها برند دکتر ژیلاه. دکتر ژیلا هم 3 مدل بالم لب داره. یه مدل سفیده که ساده است و هیچ عطر و اسانسی نداره و شامل ویتامین آ و ای. بالم لب‌های دکتر ژیلا یه ویژگی برتری که نسبت به بالم لب‌های دیگه دارن، حاوی SPFن و در واقع 20% SPF دارن که میتونن پوست لب شما رو در مقابل اشعه خورشید حفاظت بکنن. حالا میریم تست میکنیم ببینیم بافتش به چه صورته. اینم بچه‌ها دکتر ژیلا هم یه حالت بافت وازلینی طور داره، خب اما خیلی سبکتر از مای فارما خیلی سنگین تر بود و خیلی چربتر بود و البته حالا خودش زده بدون عطر و اسانس، ولی یه کوچولو اسانس داره. بچه یکی دیگه از برندهایی که خیلی دوستش دارم و رایحه‌های خیلی متفاوتی داره و تنوع رایحه‌هاش، عصارهاش خیلی زیاده، این برند لبلوه. فوق العاده است. من یکی از پرفروش تریناش رو انتخاب کردم براتون آوردم. مدل چریشه که یه شاین خیلی خوبی داره و یه رنگ خیلی قشنگ و زیبایی داره. ببینید رنگش خیلی قشنگه. خب حالا رو دستم تست میکنم رنگشو. بافتش عالیه، میزان چربیش به اندازه کافیه و رنگش هم فوق العاده است و بچه بوش هم خیلی خوبه. یعنی اگر شما به بو هم حساس باشین، این رایحه انقدر یعنی در واقع یواشه که اذیتتون نمیکنه. خیلی دوستش دارم و همیشه هم دوست دارم مدل‌های مختلفش رو تست کنم. حالا مدل دیگه‌ش هم گرفتم، حتما میام باهاتون به اشتراک میذارم. اگر بخوام به طور کلی بهتون بگم، بالم لبا خب به 2 دسته تقسیم میشن: اونایی که فانتزی هن و رنگی هن و اونایی که خاصیت درمانی دارن و برای کسانی که حالا حساسیت دارن به بو، به عطر و کسانی که لبشون خیلی خشکه و از خشکی دچار اگزما میشه و حتی پوست اطراف لبشون هم دچار خشکی و قرمزی و خارش میشه. خب میخوام بهتون بگم که کدوم یکی از اینا به درد کدوم این مدلایی که بهتون گفتم میخوره. ببینید این 3 تا فانتزی ان، خب و جنبه زیبایی دارن و بیشتر بچهای دخترای تینیجر خیلی دوستش دارن و رنگی ان و شما میتونین ازشون استفاده بکنید. ولی اگه بخوام این 3 تا رو با هم مقایسه کنم و یکیشو بهتون به عنوان بهترین انتخاب کنم و حالا با توجه به اینکه اون تجربه‌ای که تو داروخانه دارم و جز پرفروش ها بوده، از بین این 3 تا برند لبلو فوق العاده است بچه‌ها. یعنی علاوه بر این که خاصیت درمانی داره، میتونه یه حالت مدل فانتزی هم هست، رنگ هم داره. اونایی که دوست دارن رنگی استفاده بکنن و دنبال یه بالم لب خیلی خوب و با کیفیت میگردن، من این لبلو رو بهتون معرفی میکنم. میتونه یک انتخاب مناسب برای شما باشه. از بالم لبایی که خاصیت درمانی دارن، اگه بخوام بهتون حالا یکی رو از بین این 2 تا انتخاب کنم، بهتون میتونم
اینو معرفی کنم. این واقعا عالی بوده. یعنی من خودم اگر که قرار باشه بالم لب رو از بین همه اینها بالم لبی رو دوباره تکرار کنم و دوباره بخرم، از توی رنگیا لبلو رو میخرم و از توی لای درمانیا اگزوفارما رو میگیرم. اگزوفارما فوق العاده است. یه سری ترکیبات داخلش داره که خاصیت ترمیم کننده عمیق رو داره، ویتامین B5 داره و میزان هیالورونیک اسیدش خیلی بالاه بچه‌ها و میتونه لب شما رو، یعنی توی من بهتون قول میدم توی 2 روز و یا 3 روز میتونه لب شما رو کاملا نرم کنه. یعنی اگر هیچی تا به حال بهتون جواب نداده، اینو حتما تهیه کنید و خیلی دوستش دارم و بهتونم توصیه میکنم که حتما بگیریم. بچه حتی انقدر خوب بود که یه موقعی دستم که اگزمایی میشد، یه قسمتایی از دستم که خوش میشد، حتی برای اون ناحیه هم استفادهش میکردم. حالا بریم سراغ اون اشتباهی که گفتم اگر که تکرار بکنی هیچ وقت ترک لبتون درمان نمیشه. حالا به نظرتون اون اشتباه چیه؟ سری آدما که میومدن داروخانه و دنبال یه بالم لب میگشتن، میومدن برندهای مختلف رو بهشون معرفی میکردم، میگفتن ما این برند رو استفاده کردیم، حتی بهترین برندم که براشون میآوردم بازم میگفتن ما اینو استفاده کردیم اما جواب نداده. بعد سوالی که من ازشون میپرسیدم این بود که به این نکته خیلی توجه کنین، شاید مشکل شما هم همین باشه. ازشون سوال میکردم که شما پوست لبتون رو میکنین و اکثرشون میگفتن بله. یعنی همشون بلا استثناء میگفتن بله ما عادت داریم. حالا بعضیشون تیکای عصبی داشتن و عادت داشتن پوست لبشون رو بکنن و این ترک و خشکی هیچ وقت درمان نمیشد و بعضی هم چون خوش میشد و پوست میداد لبشون، به خاطر اون هی میکندن، فکر کردن یه پوست جدید بیاد اون پوست دیگه خودش نرم میشه و مراقبت نیاز نداره. بنابراین همه اونا اعتراف میکردن، میگفتن پوست لب اونو میکنیم. پس بنابراین یادتون باشه یکی از مشکلات اصلی لب، ترک لب، اینه که شما پوست لبتون رو میکنین. پوست لبتون رو نباید بکنین. اگر حس میکنین که خشکه و ترکای عمیق داره و هیچ این ترکا خوب نمیشه، حتما سعی کنین از بالم لبایی که میزان چربیشون بالاه و میزان یعنی مواد ترمیم کنندگیشون زیاده، میتونین از اینا استفاده بکنین که هیچ وقت دیگه این اتفاق برای پوست لبتون نیفته. خب بچه حالا شما بیا برام توی کامنت بنویس که از کدوم بالم لب استفاده کردی و راضی بودی. لایک هم یادت نره. خداحافظ.